عن ابو هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتدرون من المفلس. میخواهم توجه شما را به سوی یک حدیث پیغمبری خدا پرتایم. ابو هریره میگوید از پیغمبری خدا روایت کردند که بر ما گفت آیا میدانید که مفلس کیست؟ مفلس کسی را میگویند که از اشیای دنیا چیزی ندارد، فقیر است، بیچاره است، نادار است، ناتوان است. قالوا من لا درهم له ولا متاع. ابو هریره میگوید اصحاب گفتند که بله پیغمبر خدا ما میدونیم مفلس کیست. مفلس کسی هست که نه پول دارد، نه مال دارد، نه خانه دارد. قال صلی الله علیه و سلم ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکات. پیغمبر خدا گفتن نیافتین اصحاب من، شما ندانستین که مفلس کیست. مفلس کسی هست که روز قیامت می آید در حالتی که در دنیا نماز می خواند، در دنیا صدقه می داد، در دنیا روزه می گرفت، در دنیا عملهای اسلامی را انجام می داد. و یأتی قد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا. پیغمبر خدا گفت این مرد نمازخوان روز قیامت خداوند راست میکند و دیگر بندگانی که از دست این ظلم دیده بودن نزدش میآیند و به خدای خود مراجعت میکنند پروردگارا این بنده مسلمان، این بنده نمازخوان، این بنده روزگیر، این بنده که زکات میداد، 5 وقت نمازی با جماعت میخواند، در دنیا مرا دشنام داده بود. پروردگارا این بنده در دنیا مرا تهمت کرده بود. باز دیگرش می آید این بنده ای که الحال پروردگارا راست کردی، این در دنیا مالی مرا خورده بود، از من نپرسیده بود. پروردگارا این بنده ای را که راست کردی، این در دنیا خون فرزند مرا ریخته بود یا خود مرا کشته بود. پروردگارا این بنده ای را که راست کردی در دنیا مرا لط و کوب کرده بود، از بس که پولدار بود، مالدار بود، پدرش وظیفه که داشت دستی من نمی رسید. امروز خدایا تو دادرسی من هستی، خدایا حکم کن. فیعطى هذا من حسنات و هذا من حسنات. پیغمبر خدا چی میگن؟ میگویند خدای مهربان در حال از این ظالم نیکی هاش میگیرد، آن نیکی هایی که در دنیا کرده است از نماز و از روزه و از صدقه و دیگر عملهای اسلامی میگیرد و این دعواهای، این دعواگرهایی که آمده بودن هر کدام اینها را تقسیم میکند. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند وقتی که نیکیهاش بوشید، این درنده را نیکیهاش بوشید، این ظالم نیکیهاش بوشید، تمام. دعواگرها زیاد هستند. خداوند خطاهای این دعواگرها را میگیرد و در سر این ظالم پرتافتن میگیرد. بعدا حکمش میبرارد. خداوند نظر میکند به نامه اعمالش که از حسنات چیزی باقی نما. ثم طرح فی النار. ملائکه عذاب میگن این ظالم برده در دوزخ پرتایی.
اینا مفلس میگویند. این حدیث برای چی من به شما خواندم؟ حضرت ثابت میدانستند که روز قیامت این حقی که من به اجازت صاحب او خوردم وای بالای من دعوا میکند، برای آنه که خودش را از این عذاب خلاص بگرداند، از این شرمندگی میدان قیامت خلاص بگرداند، خواست در همین دنیا از صاحب او عذر قبول کند. نظر کرد بر بالای سرش، دید که یک درخت پر از سیب است. فهمید که این درخت، این سیب از همین درخت است. صاحب باغ فریاد زد. صاحب باغ آمد، یک آدمی بیچاره احوال گفت برادر عزیز، گفت ما همین سیب از همین درخت شما